فوتبال چون یکی از نمودهای عمومی‌ترین ورزش همچون پدیده ورزشی اعتراف شده دستاوردها در مسابقه‌های بین‌المللی از جمله در چمپیونات‌های جهان آید به فوتبال بی‌شبهه از نیرو و اقتدار سطح سالمی و معنوی هر ملت شهادت می‌دهد. در جمهوری تاجیکستان از جمله در شهر پنجکند این نوع ورزش روز به روز رشد نموده ایستاده است. وابسته به این سنه 28 اپریل در تالار مجلسگاه آثارخانه ممنوعگاه سرعزم با اشتراک رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و معاون فدراسیون فوتبال ولایت سوخت رستم مرافیف کنفرانسی انتخاباتی فدراسیون فوتبال شهر پنجکند دایر گردید. در نشست اشتراکچیان نامزدی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده را که از جانب رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده پیشنهاد گردیده است به وظیفه رئیس فدراسیون فوتبال شهر پنجکند یکدلانه دستگیری نمودند. معاون یکم و معاون رئیس فدراسیون فوتبال شهر پنجکند عثمانوف خوشوقت و جوربایف کمال‌الدین انتخاب گردیدند. رئیس نوی فدراسیون فوتبال شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده برای باوری به این وظیفه مسئولیتناک به رهبری فدراسیون فوتبال ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده اظهار سپاس نموده تاکید کرد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند من بعد نیز ساحه ورزش را سمت افضلیتناک فعالیت قرار داده به خصوص برای رشد و عمومی گرداندن فوتبال مستحکم نمودن پایه مادی و تکنیکی ساحه و در مجموع تطبیق صفتناک طلبات برنامه رشد فوتبال برای سالهای 2017-2021 تدبیرهای عملی خواهد اندیشید. در این زمینه به رئیسان جماعت‌های دهات و مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکند بابای فیروز از طرف رئیس فدراسیون فوتبال شهر پنجکند دستور داده شد که در 14 جماعت‌های دهات و 19 محله‌های شهر پنجکند دسته‌های فوتبال تأسیس داده شود. گزارش مرتبه رحمانова برای برنامه اطلاعاتی پیغام.